Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста, убедитесь в том, что ваши ремни безопасности застегнуты, подтянуты по размеру. Электронные приборы, средства связи выключены. هر نفری که در سمالات پرواز کرده است بشبه از چنین اعلان ها آگاه بوده و هر پرواز این را شنیده است. دوستان، هر باری که این را میشنوید شاید اندیشیده باشید که چرا در سمالات استفاده تلفن منع است. آیا خطر دارد اگر تلفن را در سمالات خاموش و یا بر رژیم پلیات نمانم؟ چرا تلفن رژیم پلیات دارد؟ خیر چی می شود اگر تلفن را در سمالات استفاده کنم؟ این و دیگر معلومات های مهم در ویدیوی امروزه. دوستان، تصمیم بخطری را بندید، تلفن ها رو باشد حالا خاموش نکنید. اول ویدیوی راهنما رو تماشا کرده لایک مانید. پریدیم. امروزها بسیاری از مهاجران کوشش دارند که با سمالات به گرانیسه رفته آیند، ولی ما باشیم برای اکونوم شدن پول شما و بخطریتون این تاکسی ها را توصیه میدیم که مهاجران را طول سالهاست با نرخ‌های ارزان، ماشین‌های زمانه‌ای با وای فای به خط سرحدی مسکو و قزاقستان بردن می‌آورند. حلاوتی که از این ماشین‌ها می‌گیرید از سمالات هم بهتر است. حتما زنگ زنید، پشیمان نخواهید شد. یکم، رژیم پلیات رو برای چی در تلفن جای کردند؟ رژیم پلیات یعنی از نامش معلوم است که باید این رژیم رو هنگام پرواز فعال کنیم، زیرا این کار برای بخطری ما و شما است. هنگام فعال کردن این رژیم تلفن یگان خیل موج رو قبول نمی کند، تنها فایل های در خاطرش بوده رو استفاده برده می توانیم و خلاص. اگر این رژیم رو هنگام پرواز فعال نکنیم به سیستم موج قبول کنی سمالات خلل می رساند. دوم، من خواهش استفاده تلفن رو هنگام پرواز ندارم. اون رو خاموش نمی کنم. بر رژیم پلیات هم نمی مونم. آیا این هم خطرناک است؟ در این حالت هم تلفن پیوسته در جستجوی موج می باشد. از این رو باید قاعده های طلب کرده رو رعایت کنید. در صورت نداشتن رژیم پلیات تلفن رو حتما خاموش کرده مانید. سیوم، برای چی فعال بودن تلفن خطر دارد؟ پرواز و نشستن سمالات لحظه‌های اساسی و خطرناکترین برای لیاتچیک به حساب می رود. در این وقت او باید با کارمندان ایروپورت در علاقه شده شنیدن هر یک سخن آنها برای او مهم است. علاقه آنها طریق سیستم نویگاسیونی سمالات صورت می گیرد. از این رو فعال بودن تلفن، نوتبوک، اینچنین دیگر تکنیک‌های الکترونیکی نیز به سیستم علاقه کارمندان سمالات خلل وارد کرده شنیدن سخن‌ها را مشکل می کند. غیر از این سیگنال موج‌های تلفن به دیگر سیستم‌های سمالات تاثیر کرده هنگام نشستن به حالت صدمه آوردنش از احتمال دور نیست. البته چنین حالت را کسی از ما نمی‌خواهیم. همین طور نه موافق بازپرسی‌های رادیوی بین‌الخلقی از 4 نفر مسافران قاعده‌های در سمالات طلب شده را رعایت نمی‌کردند. اینچنین کارمندان سمالات وقت‌های آخر از بد شدن صفت علاقه شکایت می‌کردند. چهارم، اکنون من در سمالات چیکار کنم؟ در سمالات ما میتوانیم از ویدیو کامera، صورتگیر، دیکتافون و دیگر تکنیک‌هایی که به علاقه پیوست نیستند استفاده کنیم. اینچنین تلفن رو بر رژیم پلیات پیوست کرده ویدیو و صورت‌های در پامیتی آن بوده را تماشا کرده میتوانیم. خوشبختانه تا امروز یگان سمالات از فعال بودن تلفن به صدمه دچار نشده است، ولی چند صدمه‌ای که هنگام پرواز و نشستن رخ دادند سبب آنها باشد تا امروز معما میماند و شاید سبب این باشد تنها خدا میداند. به هر حال در عرفیت میگویند که احتیاط نصف حیات. مقصد ویدیو رولک امروزه این است که برای بخطری حیات خود و دیگران ما باید قاعده‌های طلب شده را رعایت کنیم. و شما پرواز بخطر را تمنا دارم. خدا حافظ.